تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. سلام. امروز در این موضوع صحبت خواهیم کرد. قانونگذاران تاجیک امکان جاری نمودن خدمت آلترناتیوی در ارتش کشور را بررسی دارند. قانون جمهوری تاجیکستان باید با خدمت آلترناتیوی از جانب گروه کاری وزارت کار شده است. این دایر این گروه در تصمیم جمهوری تاجیکستان گروه کاری حکومتی در برنامه شده. یک گروه هموطنان برون مرزی به کودکان نیازمند تاجیک تحفه فرستاده است. وقتی که شخصان با آنها بازیچه ها، شیرینی ها، خوراکی ها میارن یا لباس ها میارن، کودکان خیلی خرسند میشود. و بنیاد آقاخان با خریداری 60% سهمیه های تیسل از شرکت شویدی تلیا مالک یگانه این شرکت موبیلی تاجیکستان شد. حکومت تاجیکستان احتمال راه اندازی خدمت آلترناتیوی را در ارتش بررسی میکند. وزیر دفاع تاجیکستان در این باره روز 26 اپریل در اجلاسیه مجلس نمایندگان تاجیکستان خبر داد. همکاران ما میگویند در این جلسه برخی از وکیلان پیشنهاد کردند که مهلت خدمت تا 1 سال پایین برده شود و یا آنهایی که نمیخواهند به ارتش بروند به وزارت دفاع مبلغ معین پرداخت نمایند. مردان محمد در این اجلاسیه شرکت داشت. با هنگام بررسی اصلاح قانون عهدهداری‌های عمومی حربی و خدمت حربی در پارلمان، شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان با اصلاحات در قواهای مسلح کشور اشاره کرد و گفت که لایحه جدید قانون خدمت آلترناتیوی تهیه شده و برای بررسی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد شده است. خدمت آلترناتیوی این است که بجای 2 سال خدمت در صف قواهای مسلح، جوانان سین دعوت به کار در ساختارهای اجتماعی کشور مثل خانه پیرانسالان، کودکستان یا بیمارستانها جلب می شوند و حصه معین دستمزد خود را برای تأمین مالی عسکران به وزارت دفاع می سپارند. قانون جمهوری تاجیکستان باید با خدمت آلترناتیوی از جانب گروه کاری وزارت کار شده است. این دایر این گروه در تصمیم جمهوری تاجیکستان گروه کاری حکومتی در برنامه شده. طی چند سال اخیر گزارش‌ها درباره موارد زیاد خشونت سربازان در ارتش تاجیکستان و از طریق ابلاغ یا جلب اجباری به خدمت جلب شدن جوانان زیاد نشر می شود. با توجه به این مشکل، اکثر جوانان سن خدمت سربازی از رفتن به ارتش خودداری می کنند و برابر ختم مکتب راه سوی مهاجرت پیش می گیرند. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال 2 بار بهار تیر ماه صورت می گیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می شوند. بنا به اطلاع رسمی، تعداد افراد سن دعوتی در کشور بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفر این شمار از خدمت ارتش آزاد هستند. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عامل‌های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته می شود. مردان محمد، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. در ضمن وکیلان پارلمان تاجیکستان همچنین در اجلاسیه امروزه تغییر الوه‌ها به قانون مبارزه با کروپسیا را نیز بررسی نمودند. موضوع فساد و احتمال دست داشتن افراد مسئول در این گونه جنایت‌ها در پس منظر خبرهای بازداشت مقامات مربوط به آژانسی ضد فساد مطرح می‌گردد. طی چند روز اخیر حداقل 10 مقام سابق و کنونی آژانسی ضد فساد کشور از سوی مقامات کمیته دولتی امنیت ملی دستگیر گردیدند. هرچند تا کنون مقامات درباره این بازداشت‌ها و عیب این افراد رسما خبر ندادند، ولی این مسئله از مد نظر رئیس پارلمان دور نماند. اما منصبدار اونه که کار خود میکند اگر که دلی تازه، وجدانی پاکیزه داشته باشد هیچگاه به اون راه نمیرود. در ما هستند، نه اینکه میروند، حتی کشور میدیم اجرای کاری هم آدم رو تمام میکنند. یک میباشد حجتی که در 1 ساعت باید اجرا شود، نوشته به اون آدم داده شود، یا که یک لیسنزیایی که از طرف وزارت باید که تست پیشنهاد شود که سرمایه‌گذار اومده سرمایه‌گذاری کند، ماه‌ها خواب میرود در همون وزارت نگاه میکنند که اومده مثلا همون خواهش میکنه. گزارش همکارانمان درباره بازداشت‌ها در میان مسئولان اداره مبارزه با فساد در سایت آزادی قابل دریافت است.
با احتمال زیاد سابق مشاور امنیتی قصر سفید مایکل فلین خلاف قانون عمل کرده در سال 2015 بدون اجازت به روسیه سفری پرداخت شده انجام داده است. رئیس کمیته مجلس نمایندگان جیسون شافتس روز 25 اپریل گفت که گنرال لیتنانت مستعفی فلین اثنای زیارت از روسیه در یک ضیافت با پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین اشتراک ورزیده است. این ضیافت را تلویزیون راشا تودی تشکیل نموده به فلین برای این سفرش کمش $33,000 تقدیم کرده است. همچون سابق افسر نظامی شما نمی توانید از روسیه، ترکیه و یا هر کسی دیگری سرمایه به دست آورید. اگر او واقعا پول گرفته باشد این عمل قابل قبول نیست. آن خلاف قانون است. شافتس می‌افزاید که افراد نظامی قبل از هر گونه معامله مالی با کشور خارجی باید رسما اجازت بگیرند. ماه ینور سال روان گنرال فلین مشاور امنیت ملی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ تعیین شده بود. 13 فوریه بعد از آشکار شدن ملاقات فلین با سفیر روسیه او برکنار گردید. فلین با سفیر روسیه تحریم مسکو را بررسی نموده درباره این صحبتش معلومات نداد. وکیل مردمی از حزب دموکرات آمریکا الاجا کامینیگز گفت پنهان نگه داشتن دریافت پول میتواند باعث جریمه و یا حتی به مدت 5 سال از آزادی محروم شدن شخص گردد. حالا رو می‌آوریم به کشور ایران که آنجا کارزار انتخاباتی جریان دارد. پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای از نامزدهای کرسی ریاست جمهوری این کشور دعوت کرده است که توجه را به رشد اقتصادی کشور روانه نموده زیاد در فکر کمک غرب نباشند. همکنون از میان 1636 داوطلب تنها 6 نفر امکان پیدا کردند که برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه برند. در رابطه با حال هوای کارزار انتخاباتی و خصوصیت این معرکه سیاسی در ایران من با عباس جوادی رهبر بخش منطقوی رادیو آزادی صحبت کردم. خب سپاسگزارم از شما که آقای جوادی فرصت پیدا کردید و برای شرکت در برنامه ما حاضر شدید. اصلا ما می‌خواستیم در رابطه با انتخابات کارزار انتخابات در ایران صحبت کنیم چون حالا جریان دارد. احتمالاً شنونده تاجیک نمی‌داند که ساختار انتخاباتی در ایران چگونه است چون در تاجیکستان کمیسیون مرکزی فعالیت می‌کند که معمولاً نامزدها را ثبت نام می‌کند و بعداً مردم میرند برای خود را به نامزد دلخواه میدهند. در ایران چطور است؟ کدام نهاد مخصوصی برای ثبت نام نقش دارد؟ نقش مهم. کمیسیون انتخاباتی در ایران هم هست به همین صورت در آزاد است که هر کسی میخواد در انتخابات شرکت کند برود و ثبت نام میکنند. در ایران هم 1600 نفر ثبت نام کرده بودن به عنوان نامزد انتخابات، خودشون رو میخواستن نامزد کنند و کردن. منتها مثل همه کشورها هر کسی یک معیار دیگری دارد برای فیلتر کردن. در ایران هم یک شورایی هست به اسم شورای نگهبان با معیارهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نامزدها رو فیلتر می کند. حالا ممکن است یکی از این خوشش بیاید یکی نیاد، ولی به هر صورت فیلتر نظام سیاسی ایران شورای نگهبان ایران جمهوری اسلامی ایران است. از بین 1600 نفر 6 نفر انتخاب شدند به عنوان کاندیدات نهایی. بین این 6 نفر رقابت خواهد شد و خواهیم دید که کدام یک از اینها انتخاب خواهند شد. آیا شانسی زنها برای شرکت در این معرکه سیاسی تا کجا بلند است و اونها میتوانند که واقعا تا به آخر بروند در این معرکه سیاسی؟ یعنی از 160 یا چند نفر خانم که در انتخابات ثبت نام کردن، خب در مقایسه با 1600 زیاد نیست، ولی بین 6 نفر خانم نیست، بنابراین اونها اصلا شرکت نمیکنن. اینجا میخواستم در رابطه با برخی از نامزدها صحبت کنیم. یکی از اونها ابراهیم رئیسی هست. شما در رابطه با این نامزد چی گفته میتوانید؟ یکی از نامزدهای جدی این دوره انتخاباتی هست و از طرف ظاهراً یک قشر یا گروه بزرگی نسبتاً از روحانیون پشتیبانی می شود. مسئول و راهبر تولیت امام هشتم شیعیان امام رضا در مشهد هست و این چیزی هست که وظیفه‌ای هست که راهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای و سپرده است و مورد قبول شد قرار گرفته است. بعضی ها تفسیرشون این است که این اعتمادی که به آقای رئیسی شده است
دلیل حمایت آقای خامنه ای است، آقای رئیسی هست. معلوم نیست چون که آقای خامنه ای تا حالا یگان کلمه حرف مشخصی درباره اینکه از کی حمایت میکنن نگفته است، ولی ظاهرا رقابت اصلی ظاهرا بین آقای رئیسی تبریک گفتید و آقای روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران خواهد شد. تشکر زیاد جهانی، سپاس برای صحبت و سوال ما پاسخ دادید. خوش آمدید بار دیگر. شکل کاملی این صحبت و دیگر خبرگزاری‌های مربوط به کارزار انتخاباتی پرزیدنتی در ایران را در صفحه www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز وضع مطبوعات در تاجیکستان را در سال 2017 تحقیق کرده آن را با عباره تمایل خطرناک قلمداد کرده است. این سازمان که از نظر محیط کاری ژورنالیستان مستقل و هم آزادی بیان تاجیکستان را در مقام 149 قرار داده است، میگوید حکومت به مطبوعات مستقل فشار می‌آورد و با بهانه مبارزه با تروریسم پوزیسیون سیاسی را از صحنه بیرون و فضای مطبوعات را در کشور محدود کرده است. شرح مفصل این خبر در سامانه ما گذاشته شده است. یک گروه شهروندان تاجیکستان که در بیرون از کشور به سر میبرند برای هموطنان نیازمندشان در تاجیکستان کمک میرسانند. از جمله کاربران یک گروه فیسبوکی به یتیمخانه شهر دوشنبه مبلغ فرستادند. مسئولان یتیمخانه این مبلغ را چگونه صرف کردند همکارانمان از بخش نستایشی وریمیا به نوار گرفتند. در یتیمخانه رقم 2 شهر دوشنبه نزدیک 50 طفلی تا 4 ساله تربیت میگیرند. اغلب کودکان از خانواده‌های ناکامل و ناسالمند. پدر و مادر برخی از آنها یا محبوس است یا بیماری روانی دارد و یا برای دراز مدت در بیمارخانه بستر است. عین حال 6 گروه فعالیت میکند که در این گروه ها از 7 تا 12 کودک تعلیم و تربیت میگیرند. عین حال در خانه کودکان 50 نفر کودک تعلیم و تربیت گرفته، آنها از همه جهت تامینند. فقط به کودکان مهر و محبت نمیرسد. وقتی که شخصان به آنها بازیچه ها، شیرینی ها، خوراکی ها میآورند یا لباس ها میآورند، کودکان خیلی خرسند میشوند. مربیان این مؤسسه میگویند کودکانی که یتیم کولند خیلی زود به فرزند خوانده میشوند. برای چنین کودکان عائله‌های خواهشمند حتی سالها نوبت می‌ایستند. فعلا طبق آمارها در تاجیکستان 300 عائله برای فرزندخوانی نامنویس شدند. با وجودی که کارمندان یتیمخانه میگویند شرایط مؤسسه خوب است، ولی از کمک سازمان‌ها و افراد خیرخواه نیز خوشحال می‌شوند. با گفته آنها در این اواخر چنین کمک‌ها اکثرا از جانب کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌رسد. مأموریت این یتیمخانه اخیراً از گروه فیسبوکی تاجیک اند ازبک بیزنس کلاب تورنتو کمک دریافت کردند. با این گروه اساساً شهروندان تاجیکستان و ازبکستان شاملند که در کانادا به سر میبرند، اما زندگی هموطنان برایشان به فرق نیست. از نام سردختر خانه کودکان، از نام کارمندان خانه کودکان، باز یک بار دیگر به همون شخصانی که امروز کودکان ما را خرسند کردند میnnتداری بیان می‌نمایم و در آینده ما امیدواریم که باز کودکان ما دستگیری می‌نمایند، اومده از آنها خبر میگیرند و دست خیر و سخاوت خود را به آنها باز می‌نمایند. چنین گروه‌های احسانکار در شبکه‌های اجتماعی زیادند. عادتاً آنها به هنگام جشن‌ها مبلغ جمع می‌کنند. گاه‌ها کاربران شبکه‌های اجتماعی برای انجام عملیات‌های جراحی در داخل و خارج کشور کمک می‌رسانند. تنها در سال گذشته تشبثکاران فعال شبکه‌ها در گذرانیدن بیش از 100 جراحی سهم گذاشتند. و خبر دیگر، بنیاد آقاخان اومید به رشد اقتصادی با به دست آوردن 60% سهمیه‌های تسل از شرکت شوئدی تلیا مالک یگانه این شرکت موبیلی تاجیکستان شد. ارزش عمومی شرکت تسل بیش از 46 میلیون بها گذاری می شود و 60% آن زیاده از 27 میلیون دلار را تشکیل می دهد. در صورت شرکت تلیا آمده است خاتمه یافتن این معامله قدم دوم در روند بیرون شدن شرکت از بازار اوراسیا است که باید تا آخر سال 2017 صورت بگیرد. تا حال موقع مقامات تاجیک با این اظهارات در دست نیست. این چند خبرگزاری مهمی بود که تا همین لحظه در اختیار داشتیم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.azadi.org در صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.